نظر کرد وقتی که حوری بهشتی را خوردن شدید گو که این چی نور است؟ گو که این نوری است که بر امت محمد گذیده آفرید. پس نیم شب انسان باید نماز بخونه، خدا را عبادت بکنه. اگر تو اسلام میخواهی پدر مادر تا حرمت بکن، زن تا سرپرستی بکن، فرزندات تا سرپرستی بکن، تو کجا خطه میبری در هلاکت میکنی؟ دیگر گروه ها برای تو چی در کار؟ اسلام در پیش، تو اسلام خود تجسس کن. اونایی که در صدای مردم و در رادیوی زیلا و در گروه 24 اینا ایان و فتنه‌گر فتنه انداز و مردم در این کار داخل میکردگی، در هلاکت داخل میکردگی جوانای تاجیکستان به خدا قسم نیست. چندین کسا و بو یک لایک موندن رادیوی زیلا گرفتار 10 سال شدن. اگر حکومت جمهوری تاجیکستان رای حزب را نگیره، هر حزب برای خودش این حکومت مون رادیو صدای مردم برای خودش در تاجیکستان آواز بگذاره، گروه 24 آواز بگذاره، حزب دیگرش آواز بگذاره، گروه شیعش آواز بگذاره، اخوان المؤمنینش بیان آواز بگذارن، ایش بیا آواز بگذاره. این کجا صلح میشه؟ آیا صلح در داخل فرزندای ما و شما میشه؟ هرگز نمیشه. اونها 1000 بار نامعقوله کردن. چخیلی که گفتم همون بچه را ایمانی تگارسکی نقطه سوداش پرتو، زن پرتو، 3 کودک پرتو، ماهش در 150,000 درآمد میاد. این رفت 9 سال گرفت. زن با فرزندا چیکار میکنه در اینجا با نقطه سودا؟ یک نوجوان مرد دیگه دنبال او زن میگیره، او را فاحشه میکنه. تو چیکار کردی اخی؟ برعکس ای میدان اسلام با میدان شیطانی رفتی. خدا میگه ولا تلقوا بیایدیکم الی التهلکه، خودتون در تهلکه ناندازید. خودشون نمیبرن در تهلکه میندازن. اون روز تماشا کردم یک جوان مسلمان واری راشش پس جوانا بخیزه، زنده باشه جوانا بخیزه. جوان کجا میخیزه؟ جوان کجا میخیزه؟ با خدا قسم این مردمی که اوایی که آرزو دارن که حالی فلانیا بگذارن عبوری دریا کنن بگذارن، او خبر نداره او جوان که زنش و دخترش و خواهرش و مادرش اوسو برای تقسیمات نمون مرغای خونهشون حساب میکنن. اونایی که در و پای دریا هستن نعوذ بالله خدا اونا را دستی دراز نتیه بگذارن، اونا تقسیمات میکنن همه را. نباید که ما برادرای اهل اسلام و رفترها را باید خیلی نمونیم، نصیحت بکنیم، جامعه را نصیحت بکنیم. امروز دستگیری در دولت ملت همه جا باید موش. یک راهبر دولت و فرزنداش زورش نمیرسه. ما باید اینجا بگیم، خودت بگوی، او برادر بگه، او برادرای دیگر بگن. باید بگیم، یک دست صدا نداره، همه دست جمع بشوه. خداوند میگه که استعیذ بالله واعتصموا بحبل الله جمیعا، برشته رحمت من شما چنگ بزنید. هر کس که به این رسمان پروردگار چنگ میزنه، چی در صلحش، چی در دست جمعیش، چی در تجارتش، چی در جماعتش، در همه کار، در همه کارهای خیر دست میزنه، انشاءالله و رحمان نجات مییابد. الله عزوجل در قرآن میگه که استعیذ بالله و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. در کارهای نیک دست جمعی، اونه که فتنه در داخلش نیست، دستیار یکدیگر شید. و تعاونوا علی البر والتقوى، در کارهای تقوا و در کارهای پرهیزگاری دستیاری یکدیگر شید. ولا تعاونوا علی الاثم، بس نام میشود، بس گناه میشود. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، با کارهای گناه و فتنه و معصیت دستیار یکدیگر نشید. آیا شامل شدن در گروه 24 معصیت نیست؟ فتنه نیست؟ در رادیوی زیلاش فتنه نیست؟ در صدای مردمش فتنه نیست؟ 1000 درجه هست. قشلاقی های ما در شهر توز بودن. 500 خواجگی قشلاقی ما در لب دریای افغانستان گرفتاری همین تلاطم شدن. تلاطم هایی که گذشت دیدیم و گذشته سین سال 21-22 بود. نقل میکنن از بازگشتشون، نقل میکنن میگه که فرزنداش بعضی کس در دهن ماهی پرتو بیزار شدن، دریای افغانستان گذشتن رفتن.
اینهایی که فتنه انگیز فتنه و شور و فتور داختن 1 ماه پیشکی در ایران رسیده بودن. 1 ماه پیشکی این چیزی تهمت نیست. 1 ماه پیشکی در ایران رسیده بودن و اهل بیتشو 5 سالگی بودن. در تای سون و سفر خلقی که امروز جوانایی که دنبال رادیوی زیلا میگیرن گرفتاری محبس میشن یا صدای مردمش یا گروه 24 مثلی همیا. چنان تبلیغ شو کردن که نعوذ بالله الله عزوجل در قرآن میگه که و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. وقتی شما خدا را یکه و یگانه شناختین نیکی به پدر و مادر تو کنید. اگر اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. اگر پدر و مادر تو به شما امر کردن در امر پدر و مادر اف نگید. اف او صبر. مادر از تاجیکستان فرزند کافتنی رفت در داخل سوریه نعوذ بالله تشکیل کردن. گپی اول الامر را این جوانی که مزگیش سست بود ای سخن خدا پیغمبر با درک نبود. امروز همون جوانایی که مزگی پوچ دارن علم ندارن همونا در این گروه 24 و رادیوی زیلاش یا گرفتار شده. اونه که علم مدنیت داره معلومات در آیات قرآن داره و باخبری داره. این جوانی که سر مادر از تن جدا کرد خدا میگه که فلا تقل لهما اف. اگر مادر و پدر تر گپ فرما فلا تقل لهما اف. اوف نگین به سوی پدر و مادر تو. این مردک از این معلومات قرآنی کنیسوسی خدا و بیخبر سر مادرش ایتن جدا کرد. من گپی اولی الامر را گرفتم. آتر خدا در قرآن گفت فلا تقل لهما اف. اوف به سوی پدر و مادر نگفت. تو سر مادر تا از تن جدا کردی. و بوی اون شیطان هایی که جامعه و یک تایی میپوشن خودشون اولی الامر میگیرن شما را ستیزه میکنن. و بوی این شیطان های خارجی داخلی خدمو که هر یک جوانی را که روایی میکنه خودش 3-4 هزار دلار میگیره و این جوان میره و میمره. اینجا زنش فاحشه اینجا پدر مادرش گریان. سالی گذشته ما تماشا کردیم یک دختره که 9 ساله را آوردن. وقتی که آوردن در ایرپورت گذراندنش ارگان های قدرتی پرسیدن در خلقت چی داری تو محکم خفیده؟ گفت لاق همیشه لاق پریخون. برای چی لاق پریخونه؟ پدر مادرم در زیر مردن از اینجا اولادام زنگ زدن که لاقای خونالوی هم را لاقل به وطن بگیریم. ببین یک کاری علم آوره باید عبرت بگیریم. امروز داداجان آتولایف نه داداجان آتولایف سوی نداره خودش یک کتاب یک گروه برای خودش بخره. وصل کلمه تاجیکی را گفتن نمیتونه. سخن میگه من گوشش میکنم گویا که سخن میگه سخنرانیش وصل کلمه نداره. نمیتونه چگونه سخن بگه. آیا اون مثل این راهبری دولت میتونه که با خدا قسم ما 21 ساله 22 ساله بدیم این جای واضح روشن شد. ای جرگتال ای تاجیکاباد خدمون می اومدیم یک گویا ای کماندیر مو یک خط میگرفتیم به غر نمیرسیدیم. غرم یک خط میداد که امی بچه ای ما هیچیش نگه به کمسمال آباد میرسیم. ای کمسمال آباد خط میدادن در آوی گرم میرسیدیم. ای آوی گرم خط میدادن در فیض آباد. ای فیض آباد در رایون وحدت ای رایون وحدت در دوشنبه. در عقل انسان نمیگیره. خداوند خود مدیر بودیم در بالای کم از 1 هفته اومدیم با خرسان شده که این خطیز اومده. امروز از روسیه سفر میکنی ساعت 3 در ایرپورت میفوی تاکسی به ملال به جا تمی برای یگان گپ خبر نیست. خدا گفته است وصلح خیر صلح خیره. آخه باید ما دنبال صلح بگیریم. خیز ما که امروز ایدمی داداجان آتولایف و ایدمی گروه 24 صدای مردمش رادیوی زیلا مردم گروه تشکیل بکنه با 30 سالگی با خدمت بجراهیم یا در گرمن یک کیف صفا کنن بگردن جوانا را زنده کنه جوانا را زنده کنه. بخلاف قسم من باوری دارم اگر همین پریزن ما را شانس بتیه بیان همین تاجیکستان در همون 4 گروه میگم هم گروه آتولاش هم رادیوی زیلالش هم صدای مردمش هم گروه 24 همینا را بیاره شانس بتیه در ودنی خونه بگردن یگون کس نمیخیزه. برای همه شته خور همه خواجگی مادرش پدرش برادرش همسرش همه ای جان رفتگی هیچ کس نمیخیزه. مردم شته خوردن. مردم
اینایی که در گروه ها افتادگی هم که ما غم خورده هستیم در هر کجا نصیحت میکنیم اینا را، یا همین جوانایی هستن که الکی ندیدگی هم. حالا ممکن در هر کجا بینم بگن که این مردک وظیفه داره، و خدا قسم من حتی که نه یک دهم، حتی که نه در یگان منبر وعظگو، نه خطیبم، در قشلاق معاونی اکمم، امامی 5 وقته اکمم، نه که از دست است که 20 تا شهری روسیه را گشتم، دیدم همین کارا را دیگر نشی در هر یک جمعیت، حتی که بعضی کس جرأت نمیره نومی او را بگیره، من به همین جرأت خالصانه نومشون میگیرم که جوانای امروزه بفهمن خودشون در هلاکت نپردازن. امروز خود 20 سال باغ بورزیان، باغ کتکدی باغ ورزیدی، کرمی زهرالود زد، دارو میکنی زهرا را میکشی، کرما را میکشی که باغ از ضرر نتیان. تو خود فکر که امروز این مردک 28 سال تاجیکستان باغ واره کتکد، شانس میتیه و اروسی دیگه شانس میتیه که دادا جان آتولای فگروی 24 صدای مردمش رادیوی زیلاش بیان گروه تشکیل کنن، مردم فتنه بزن با تایپا کنن، مردم هیچ کسی را نمیخواه. یگان وطندار، نه فقط پیشوای ملت، یگان وطنداری به ایمان ایران نمیخواه که تجاوز بالای دولتش، بالای ملتش، بالای دهش، بالای وطنش، بالای صلحش، بالای ارتشش، بالای پدرش، مادرش، خواهرش و دخترش و ها کذا تجاوز بیاد. هیچ کسی را دیگه نمیگذاره. این خیال خون بگیرن، همون جای دوری زبان درازی بکنن. انشاءالله و رحمان هیچ جا را تشکیل کردن نمیتونن. هیچ جا را تشکیل کردن نمیتونن. اگر ما و شما صادقانه باشیم، جگرمو خالص لله بسوزن، بنابراین هر منطقه که باشیم جوانا را تاکید بکنیم که خودتون در هلاکت نپردازید. مثل برادران را گرفتار نشه که گردن مادر تا ایتن جدا کنید. حالا که خداوند در چند جای قرآن میگه که استعیذ و حتی به بنی اسرائیل که یوسف از فرزندان بنی اسرائیل بود، شما کیناش تماشا کردین، حتی با اونا پروردگار در سوره بقره گفتی استعیذ بالله و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل و بنی اسرائیل، فرزندان بنی اسرائیل، لا تعبدون، هیچ کس عبادت نکنین الا الله، مگر خدا را عبادت کنین، و بالوالدین احسانا، پدر و مادرتون را نیکی کنین. ای جوان مرد، آخی مادر به موت دستگیریبان شید تو را تولد کرد، خودش خنه خورد تو را بار کرد، خودش گشنمون تو را سیر کرد، خودش خواب نرفت تو را خواب کرد، در جانش چسبیدگی کلانت کرد، رهگر شدی آرزو کرد، حولا کرد، کلچه کرد برای تای تای پاپای تو. امروز مادرشی که اوف گفته رفت کافتکاوی فرزند، تو گویا گپی اول الامر گرفتی. از این قدر نیکی مادری که این قدر زحمت در حقیقت کشید، گردنش از سرش جدا کرد، سرش از گردن جدا کردی، گویا که اول الامر تخرسان کردی، الله جهنم اجاد کنه. با رکلمه کردی، راهی کردی در مردم تماشا کنه منی ظالمم. درسته وقتی که فرزندای ما و شما در او راه میروند، نه نسبت مالت رحم دارن، نه از خودت، نه از مادرش، نه از اکاو دادن. این درسته به رحم میشود. اونا را یک نمود تا ببینن که آخی اینمی بچه که در مگنیتگارسکی بودن بسه برای موش. یا سال 2015 مو گروه ما مرحله خاطر میاد در یک مسجد میاد مایکای 24 گروه 24 تقسیم میکنه. بچه ایشان سید اشرف قاری سید احمد اون داره الله علم ای کشترش میگیره دنگلش میدن ببرا میگه اون شده اجا فیدنه را ندوز. همین قدر فیدنه کشاکش اومدن به همین درجه را بس دیگر انشاءالله و رحمانی ملت خدا خواهد شناخت شد. چیز محل چون منه آیا همون وطن آرام باشه؟ همیشه آرامه؟ همیشه همی خیلی آرامه؟ جمعه تا آرام نیستی. همون وطن آرام هستی در جا آرامه. بنابراین چقدر میتونیم برای اهل اسلام فرزندان را نصیحت کنین، همه را نصیحت کنین، هر که جای دکی باشه نصیحت.